بامزه بکشی. اول یه دایره برای سر دختر کوچولومون میکشیم. برای موهاش یه نیم دایره و 2 تا خط شکسته میذاریم و با یه خط صاف به هم وصل میکنیم و بعد چند تا منحنی داخلش میکشیم. چشم‌ها و لبش هم با منحنی رسم میکنیم. یه گل سر خوشگلم برای موهاش با یه دایره و چند تا بیضی میکشیم. حالا برای بدنش 2 تا خط عمودی و 2 تا خط افقی میکشیم و بعد دستاشو اضافه میکنیم و جزئیات لباسش هم میکشیم. برای دامنش یه نیم دایره بزرگ میکشیم و زیر نیم دایره رو با منحنی به هم وصل میکنیم. جزئیات دامنش رو با چند تا خط عمودی میکشیم و برای خوشگل تر شدنش چند تا قلب به دامنمون اضافه میکنیم. برای اینکه آموزش های رایگان رو از دست ندی، پیجمو حتما فالو کن و این پست رو سیو کن که بعداً ازش استفاده کنی.